خب گوشت های بازار یا مگزین خوردن درسته یا نه؟ مخصوص گوشت مرغ اکرچکه درست است دادار عزیز؟ یعنی گوشت هایی که در بازار ما و شما فروخته می شوند حلال هستند، چه گوشت گوسفند باشد چه گوشت گاو باشد، الحمدلله همش فرزندای ما و شما هستند، همه اونها الحمدلله پایبند عبادت خدا هستند. و این اکرچکه هایی که هست اگرچه امروز بعض اختلاف ها و کشمکشی ها هم اطرافش هست، این من به شما حواله میکنم که اگر شبهه داری اختیار ترک کن، یکی شبهه نداری خوردن بگیر درست است، حتی اگر از رسی هم که آمده باشد. برای همین دادرای عزیز شما حق ندارین که هر چیزی رو که از پیش خودتان بدعت گفتن گیرین. بدعت انسان به ضلالت میبرد، صاحب ضلالت در دوزخ است. پس شما کمتر فکر کنید که یک گروهی که خدا را دعا میکنن شما میگوید که شما در دوزخ هستید. اختلاف حاجت نیست دادر عزیز، پراکندگی حاجت نیست. ما شکر خدا امروز در پیش ما کتابی بسیار داریم دادر عزیز، هر چیزی که شما را آزار میدهد ما در مراجعت کنیم من برای شما با دلیل هایی که در کتاب ها هست، همین کتاب های ما هم کتاب های همون هاست، کتاب های اونها هم کتاب های ماست. فقط فرق در همین شاید باشد که اکنون چه خیلی از سالی آدم نو اگر یکی به یگان کتاب و یگان حدیث روبرو شود درو برای خودش نشان دادن، بعد هر چی که خواهد گفتن میگیرن. امروز بهترین رویه در تاجیکستان ما و شما دادرای عزیز اولا دین اسلام و پیرو شدن از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. هیچ تفریقه و هیچ اختلاف انشاءالله بین ما و شما نمی شود. خدا رحمت کند حضرت امام ابو حنیفه را، چی مبارزه های در راه اسلام بردند، چی جان فدایی های